به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز. خدا کنه که جور صحتمند و سرحال باشیم. دوستان عزیز، در رابطه با سلسله درس‌های قبلی امروز میخوایم ما بالای سافت‌ویر کاتگوری ها با هم صحبت کنیم. در عموم که است یک فرق عمده بر شما بگویم، یکی ما سافت‌ویر داریم، یکی هم اپلیکیشن داریم. عمومش که از سافت‌ویر است، به این معنا که خود سافت‌ویر که است جمع است، اپلیکیشن که است بعض بخش‌های زیر باز به نام اپلیکیشن یاد میکنه. به این اساس ما عموما 3 نوع اپلیکیشن داریم. در سافت‌ویر ما 3 نوع اپلیکیشن داریم. شماره اول زیر به نام دسکتاپ اپلیکیشن یاد میکنه. دسکتاپ اپلیکیشن امو اپلیکیشن هایی است که ساخته شدگی است که ما میتونیم سر در کامپیوتر از استفاده بکنیم و در موبایل از استفاده کرده نمیتونیم. به خاطر از اینکه سیستم عامل کامپیوتر که سیستم عامل موبایل که است فرق داره. سیستم عامل موبایل که است عموما که است اندروید می باشه اکثریتش، و سیستم عامل کامپیوتر که است هم میتونه یونیکس باشه، هم میتونه لینوکس باشه و هم میتونه که ویندوز باشه و غیره. و یک اپلیکیشن که ما به خاطر سیستم عامل ویندوز او را ساخته باشیم هیچ وقت نمیتونه سیستم عامل لینوکس و یونیکس از او استفاده کنین، با جز از بعضی برنامه هایی هست که ما زمان که در کامپیوتر نصب بکنیم این از اینا استفاده کرده میتونیم. در عموم نمیتونیم اگه تو طور عمومی بگیم. باز بعضی استثناءاتی که هست، بعضی برنامه هست که ما در خود کامپیوتر مثلا او را چیز نصب میکنیم، میشه اینستال میکنیم و بعد از با استفاده از اگه سیستم عامل ما یونیکس یا لینوکس باشه، اپلیکیشن که به خاطر سیستم عامل ویندوز ساخته شده باشه میتونیم از او استفاده بکنیم. میشه در قسمت شماره 2 ما وب اپلیکیشن داریم. وب اپلیکیشن که عبارت از امو اپلیکیشن هایی است که او را ما میتونیم در براوزر رن بکنیم. میشه براوزر خو زیادتر انواع زیادی داره، مثلا خود کروم است، دیگه فایرفاکس است، اینترنت اکسپلور است، مایکروسافت ایدج است و غیره. و فعلا بسیار مشهور از که است کروم است که شما در قسمت میتونین ببینید. یعنی به طور عموم ما گفته میتونیم هر دیوایسی که بتانیم در کروم از استفاده کنیم، از وب اپلیکیشن ها ما میتونیم که دوام استفاده بکنیم. به خاطر که وب اپلیکیشن ها را ما که هستیم در قسمت براوزر میتونیم ببینیم. میشه که براوزر ما در اینجا عبارت از چی است؟ کروم است. و یکی از این اپلیکیشن ها ما گفته میتونیم که هم ما در موبایل استفاده کرده میتونیم، هم در کامپیوتر استفاده کرده میتونیم. به خاطر که خود براوزر که است کروم هم میتونه در موبایل باشه و هم میتونه که در کامپیوتر باشه. و در قسمت سوم که است موبایل اپلیکیشن است، عبارت از امو اپلیکیشن هایی است که تنها قابل استفاده با موبایل داره، در کامپیوتر مازی استفاده کرده نمیتونیم. اینجا باز استثناءات است. بعضی برنامه‌های است مثلا آپرا هستن، اگر شما برنامه آپرا را یا سافت‌ویر آپرا را دانلود بکنید با استفاده از اون میتونید که خود اپلیکیشن در کامپیوتر استفاده بکنید. دیگه به این اساس ما خود اپلیکیشن ها را به 3 کاتگوری تقسیم کردیم. باز اگر براتون تکرار بکنیم، یکش به نام موبایل اپلیکیشن است که اپلیکیشن در موبایل استفاده میشه، وب اپلیکیشن است که هم میتونید در موبایل و هم میتونید در کامپیوتر استفاده کنید، و دسکتاپ اپلیکیشن است که ما این صرف میتونیم در کامپیوتر استفاده بکنیم. میشه و دیگه موضوع که است موضوع خود کامپیوتر ساینس است. ببینید شما هر کاری که ما در کامپیوتر میکنیم، این 3 بخشی که ما بر شما آوردیم، از این 3 بخش بیرون البته نمیتونه که باشه. بعضی وقتا ضرورت به این میشه ما در کامپیوتر یک کد میتیم، یک دستور میتیم به اساس یک کد، پس کامپیوتر بر ما نظر به مو دستوری ما پاسخ میده. او قسمت از کامپیوتر یا بخش از کامپیوتر یا یونیت از کامپیوتر به نام پروگرامینگ یاد میکنه. بعضی وقتا ضرورت به این میشه که ما تمام دیتاهای خود میخوایم که در کامپیوتر سیو بکنیم. میشه این بخش از کامپیوتر به نام دیتابیس یاد میکنه. بعضی وقتا ضرورت به این میشه معلوماتی که ما داریم میخوایم که از یک جا به جای دیگر رو انتقال بدیم. از چند دانه ریسورس میخوایم که در یک مثلا پوینت رو انتقال بدیم، یا از چند دانه پوینت میخوایم یک منبع در یک ریسورس انتقال بدیم. در این صورت ما میتونیم که این بخش کامپیوتر به نام نتورکینگ یاد میکنه. یعنی خود در عموم باز ما گفته میتونیم خود کامپیوتر ساینس ما به 3 بخش تقسیم میکنیم. یکی رو به نام پروگرامینگ یاد میکنه، یکی رو به نام دیتابیس و دیگر به نام نتورکینگ یاد میکنه.
یکی این بخشی که ما میخوانیم بخش فرانت اند، او مربوط چی میشه؟ شما یک 3 دقیقه فکر بکنین. این مربوط پروگرامینگ میشه. چرا؟ به خاطر از اینکه ما در کامپیوتر یک دستور میتیم، به اساس از دستور که از برای ما پس ریسپانس میده، نظر به دستوری ما. یعنی هر چیزی که ما دستور دادیم نظر به دستوری ما برای ما ریسپانس میده و این دستور ما به اساس کد انجام میدیم. در این صورت قسمت تعریف شما بگید اینجا گفته coding is a way to talk to computer، یعنی یک از راههایی است با استفاده از کدینگ ما میتونیم که توسط از کامپیوتر با هم صحبت بکنیم میشه. و در این بخش که است باز فوکس زیادتر ما شما بالای وب اپلیکیشن دیولپمنت است. خود وب اپلیکیشن دیولپمنت چی میگه؟ ما با استفاده از براوزر میتونیم که در تمام یک وبسایت دسترسی داشته باشیم. هدف ما این است که هر وبسایتی باشه که ما دسترسی داشته از طریق براوزر، او قسم نه همین وبسایتی که خودی ما جور میکنیم با استفاده از براوزر میتونیم که در تمام وبسایت خود ما شما دسترسی داشته باشیم و هر تغییراتی که بخوایم در وبسایت خود آورده بتانیم. و ای که کدام تولز ها وجود داره تا که ما یک اپلیکیشن دیولپر شویم، یک سافتور دیولپر شویم، کدام تول ها وجود داره؟ یکی از 4 شرایطی است که برای ما اگر مهیا باشه ما میتونیم که بسیار یک دیولپر قوی شویم. در قدم اولی است که اگر هر کسی بخواد که دیولپر شوه اول باید دانش پروگرامینگ داشته باشه. دوستان عزیز، برای فعلا که است در تکنولوژی که هر تغییرات میاد یا هر اپدیت تکنولوژی که میاد، پیش از او که تکنولوژی خودش لانچ شوه، پیش از او در او باره که است ریسرچ میشه، تحقیق میشه. تحقیق به این خاطر این قسم میشه مثلا حتما وقتی که تکنولوژی میاد یک راه حل که پیدا میشه، اول مشکل مشخص میشه، به اساس مشخص شدن مشکل بر راه حل پیدا میشه. فکر شما مثلا نمو یک مشکل مشخص شد میگه اینی تو مشکل است، بازده که از تحقیق میشه که چه قسم باید یک راه حل پیدا بکنیم. صحیح است، تیمای مختلف بالا از کار میکنه و زمانی که بالا از کار کرد بالاخره اینا هیچ امکان نداره که به یک نتیجه نهایی نرسه. وقتی در نتیجه نهایی که رسید به اساس از او باز یک راه حل برای پیدا میکنه تا که داید یک نفر اگر که از او مشکل حل مواجه میشه، راه حل از او مشکل باید وجود داشته باشه. یعنی اینجا که است مفهوم تمامش بالای کانسپت است. یک نفر باید مستقیم وقتی که یک مشکل یک پروگرام نوشته میکنه، در قدم اول باید یک مشکل تحلیل بکنه و در قدم دوم باید او ای ایده را داشته باشه، ایده پروگرامینگ، که بتونه در او مشکل یک راه حل پیدا بکنه. و دوم دیگه ایده است. ایده که است قسمت امو چیز است، سافتوری است یا مو برنامه است که باید در اونجا ما میخوایم کد نویسی بکنیم. صحیح است. ایده مختلف وجود داره، مثلا ویس کد است و پایچارم است، نوتپد پلاس پلاس است که ما با شما باز داینده از ویس کد استفاده میکنیم که بعضی سهولت‌ها رو برای ما داره. واسه اون که هر کسی که مثلا وبسایت جور میکنه نه باید او مثلا از یک زبان برنامه نویسی استفاده کنه که ما عموما که است در وبسایت که است از HTML استفاده میکنیم، CSS و همچنان جاوا اسکریپت استفاده میکنیم. و در اینجا به این خاطر ما این را آوردیم وقتی که کسی یک سافتور جور میکنه باید از کدام زبان استفاده بکنه. HTML استفاده کنه، CSS استفاده کنه، جاوا اسکریپت استفاده کنه، PHP استفاده کنه. این از کدام زبان باید استفاده بکنه. و چهارمی براوزر است. زمانی که از یک زبان استفاده کرد، ایده موجود بود، دانش پروگرامینگ هم داشت، امی وبسایتی که جور میکنه امی نتیجه زیر باید چه قسم ببینه. که امی وبسایت مثلا من کد نوشته میکنم، امی نتیجه چه قسم است؟ پاسخش من وقتی که کد نوشته میکنم امی کامپیوتر برای من چه قسم پاسخ میده؟ آیا چیزی که من میخوایم همون چیز برای من کامپیوتر مستقیم خود ریزالتش نشان داده میتونه یا خیر؟ به خاطر از اینکه ریزالت یک پروگرام خود ما شما یک وبسایت خود ببینیم، به او خاطر که از برای ما شما براوزر بسیار مهم و ضروری است.